مسئله دیگری که ما امروز میخواهیم به تأثیر جنگ در کل مناطق صحبت بکنیم، یعنی کل جهان صحبت بکنیم، مسئله همین جنگ یعنی تنش‌ها که تا کجا تاثیر میگذاره. پیش از اون که ما به این تاثیر بگذاریم، من چند نکته رو در مسئله تنش‌هایی که با ایران صورت گیری میخوام باش ذکر کنم. تغییرات حاکمیت در ایران بار اول نیست که صورت میگیرد. ما وقتی که حکومتی، یعنی بعد از اون که دولت‌های استعمارگر، امپریالیسم به میان آمد و اونها خواستن کاملا آسیای مرکزی، خاور میانه و اینجا را زیر تصرف خود قرار بدهند، همین مشکلات ها به میان آمد که یعنی روسیه بزرگ از این طرف اومد طرف کشورهای ما و اومد تمامی مناطق مثلا ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و این مناطق را کاملا تصرف کرد و این مناطق را زیر نفوذ خود گردان و ما را جدا کرد از اون طرف، از افغانستان، از ایران و از اونها. و همین طریق بریتانیای کبیر اومد از طرف دیگر و کاملا زمین ایران و زمین افغانستان و این زمین ها را زیر نفوذ خود قرار داد و اولین شده در اونجا چیکار کرد؟ آدم های خود را، یعنی حاکمیت رو تغییر داد و خود همین اولادی پهلوی ها را که بعدا اسمشون رو گذاشتن پهلوی، اونها رو در اونجا گذاشتن. یعنی اولین شده بریتانیای کبیر اومد در ایران امپریالیسم یعنی ایده خودش رو گذاشت و اونجا حکومت رو تأسیس داد و کاملا این حکومت زیر نفوذ بریتانیای کبیر بود و نفت و تمام دارایی‌هاش از جانب بریتانیای کبیر اداره کرده میشد. و وقتی که همین شاه این کشور در یک حالتی که اقتصادش کم بالا شد، میخواست که تغییرات را به میان بیارد و نفوذ خارجی را کمتر بکند، چیکار کردن؟ تلاش کرد برای بریتانیای کبیر اجازت نداد و فرزند 20 ساله همین شخصیت رو چیکار کرد؟ در مقابل پدرش کودتا کرد و پدرش رو بیرون کرد در یک دولت افریقایی و حتی اجازتش نداد به امریکا وارد شود، به یک بریتانیای وارد شود و در یک دولت افریقایی بیرون نشین کرد و فرزند او رو به قدرت نشاند. پدری همین شخصی که حاضر میخواهد با اسرائیل برود حکومت رو بگیرد و این نفر اومد حاکمیت رو گرفت و نفت ایران همون طریقا با بریتانیای کبیر بود و این نفر با بریتانیای کبیر و با امریکا داد و گریفت کرد و تلاش کرد حکومت خود را چکار کند؟ با نفوذ آنها اداره کند. وقتی که حکومت اینها اداره کرده شد و شاه از مفاد نفت پول به دست آورد و پولدارتر شد و ایران یکی از کشورهای پیشرفته ترین در خاور میانه شد. همین دولت‌های عربی که امروز می‌بینید، دولت‌های عربی نصف دارایی ایران رو نداشتن. وقتی که دولت‌های عربی سرانشان در همون نشست کنفرانس بزرگی که شاه ایران انجام داده بود با اونجا رفتن، در یک ماشین بارکش همه اینا رو بار کرد آورد. یعنی اینقدر تحقیر کرده بود اینا را، چون ایران دولت بزرگ شده بود و اقتصاد داراییش خیلی زیاد شد و خود همین رضا شاه میخواست چیکار کند؟ اقتدارش را به جهان نشان بدهد و اعلام کند که مستقلیت خود را از امپریالیسم بریتانیایی و امریکایی دور میکند و همین باعث گشت که دولت‌های امریکایی و اروپایی و با کمک روسیه چیکار کردن؟ تلاش کردن در داخل ایران باز یک انقلاب دیگر انجام بدهند و اونها تلاش کردن انقلاب جدیدی را که مولاها همین روحانیان بدن همین را به میان آوردن. این انقلاب هم طریق کشورهای ابوالقدرت از جمله روسیه، بریتانیای کبیر و امریکا انجام داده شد و این مولاها به سر قدرت آمدن. در قدم اول وقتی که مولاها به سر قدرت آمدن و اینها چیکار کردن؟ کاملا رد کردن و گفتن که ما با یگان کشور همکاری نمیکنیم و ما مستقلیت خود اعلان میکنیم و ما مستعمره امریکا، روسیه و هیچ کشور دیگر رو نمیپذیریم و این باعث کرد که یک سال بعد عراق به ایران حمله کند. چرا؟ باز هم میخواستن که باز هم حکومت ایران تغییر پیدا کند، اما مردم ایران که الکی در دوران رضا شاه علم آموخته بودن، دانش آموخته بودن، چندین بار تغییرات یا حکومت دیده بودن، فهمیده بودن که نفوذ خارجی چی ضرر میرساند
و اونها در بر همین ملاها چیکار کردن؟ اتحاد شدن، همین آخوندها را دستگیری کردن و صدام حسین را شکست دادن و بالاخره از همون زمان جنگ همین آخوندها با امریکا و بریتانیای کبیر و جهان غرب آغاز پیدا کرد و تحریم ها یا که به اصطلاح روسی سانکسیه از همون زمان در قبال همین کشور آغاز گردید و تو عین حال اینها بین هم دشمنی دارن. یعنی جنگ اسرائیل که دیگر مشخص است که تمامی توان نظامیش از کشور امریکا، بریتانیای کبیر، فرانسه و دیگر کشورها گرفته می شود، مشخص است که یعنی همون ایده امپریالیسم و برداشتن ایران حکومتی که میخواهد مستقلیت را به دست بیارد هدف اصلی همین است و ایران با ملاهای امروزه که میخواهد یا اینکه آخوندهای امروزه میخواهد استقلال خود را به دست بیارد و اتم بمب خود را بسازد و توانایی و نفوذ نظامی خود را بالا ببرد، اقتصاد خود را نگاه بدارد از چه خارجی، با همه طریق با هیچ کار میکنن، فشار میارن و همونطوری که دیدیم سالها در مقابلش سانکسیا کردن، تحریم کردن، کوشش کردن که ایران نظارت کنن، ولی دولت ایران باز هم استادگی کرد، کوشش کرد، تلاش کرد که چیکار کند؟ توانایی خود حفظ بکند، استقلالیت خود حفظ کند و در خاور میانه باز هم بازی کند. ایران شروع کرد به بازیکنی جهانی و تشکیل کردن گروه‌های نیابتی که در لبنان، در عراق، در سوریه، در دیگر یمن چندین گروه‌های گوناگونی را ساخت و کوشش کرد که دولتی را که دولت‌های امپریالیسم در خاور میانه ساخته بودند برای از بین بردن خب دیگر کشور ایران و یا اینکه دیگر کشورهای خاور میانه که به اسم اسرائیل و کوشش کرد گرد اطراف او را بگیرد و از اون طریق به او حمله کند و همین طریق جنگی پشت پرده، یعنی جنگ با طریق نیابت ها، یعنی گروه های نیابتی که ایران تشکیل کرده بود و آغاز پیدا کرد و اسرائیل اونها را میزد، اونها اسرائیل را میزدن و مستقیما جنگ نمیکردن و بالاخره این جنگ اسرائیل و ایران از روز 13 این ماه آغاز پیدا کرد و همونطوری که دیدیم تلفات خیلی زیاده داشت و این جنگ خیلی ادامه پیدا کرد و بالاخره به یک آتش بس اعلام کردن که خواهند رسید و ما مطمئنیم که به این آتش بس میرسن. حالا ما تاریخچه تغییرات حاکمیت رو در اینجا صحبت کردیم، پس ما تاثیر اون رو صحبت کنیم. همونطوری که شما با خبر هستید ایران توانایی زیاد دارد، چیزی که من گفتم. اول گروه‌های نیابتی در خاور میانه، در لبنان، در یمن، در عراق، خب این گروه‌های نیابتی میتوانند بازی‌های زیادی را کنند. مثلا بحر سرخ رو یمنی‌ها میتوانند ببندند. این طرف ایران میتواند این تنگنایی که نفت‌های عربستان سعودی میگذرن با کل اروپا که 20 تا 30% نفت از این طریق میگذره میرود، ایرا ببندند. میتواند با تمام پایگاه‌های نظامی امریکایی در خاور میانه حمله کند و یک جنگی بزرگی را در آسیای مرکزی به میان بیارد. یعنی این توانایی نظامی را دارد و امریکا نیز توانایی نظامی قوی دارد که میتواند کاملا ایران را بمب باران کند، بزند با کمک اسرائیل و جنگی سریع و بزرگ به میان بیاید و عاقبت مانند افغانستان می شود. مانند افغانستان که مثلا 20 سال 30 سال امریکا میاد میجنگند، میزند، بمب باران میکند و عاقبت چیکار میکند؟ خب دیگر مردم اگر ایستادگی کنند و عاقبت خب دیگر بازم برمیگردن میروند یا صلح میکنن یا یک حکومت دیگر میمونن و همین گونه عاقبت انتظار خواهد بود. به همین خاطر اینا صلح میکنن و این تاثیر خیلی بزرگی دارد که اگر صلح نکنن عاقبت سوزش نفت در جهان زیاد می شود، جنگ سوم جهانی به میان خواهد آمد، زیرا روسیه اشاره کرد که به ایران کمک میکند و اگر روسیه با ایران کمک کند و دقیق است که جنگی ایران روسیه و امریکا در خاک ایران آغاز پیدا میکند و امریکا بدون شکی با ناتو در اوکراین وارد می شود که در این طریق جنگ سوم جهانی از دو طرف آغاز پیدا میکند و همین طریق جهان به یک خرابی های خیلی بزرگ به میان خواهد آمد، یعنی گرفتار خواهد شد. بر اساس همین امریکا این حالت ها را میبیند و کوشش میکند که
صلح به میان بیاید. و هم طریقی که امروز ما ویدیوی دونالد ترامپ گذاشتیم، دونالد ترامپ تمام تلاش‌هایش را میکند که این جنگ به میان نیاید و در صورت به میان آمدن جنگ وضعیت کار میکند بدتر میشود و هم طریقی گفتیم یعنی حالت خیلی بد میشود. حالا چرا ترامپ نخواست جنگ ادامه پیدا کند؟ چرا نخواست؟ چون اگر که ما نگاه کنیم وقتی که اولی که برنامه حمله اسرائیل به ایران آغاز پیدا کرد، فرزندی رضا شاه یعنی شاه پیشین ایران با کمک اسرائیل از مردم دعوت کرد که به میدان بریزند تا اینه که یک انقلابی را به میان بیارن. اما مردم ایران بر نخستند و با صدای مخالفانشان لبیک نگفتند و این باعث کرد که امریکا درک کند که با همون حالتی که در افغانستان، در عراق و در دیگر کشورها رخ داد و نتوانست کاملا اون سرزمین را زیر نفوذ خود قرار بدهد و با همون حالت گرفتار می شود، این باعث کسی که چیکار کنن؟ بر بگردن و بیاین با یک گفت و شنید بشینن و بمونن حالت مردم ایران را به خودشون. چون مردم ایران هم واقعا در یک حالت ناگوار قرار دارن، یعنی این آخوندها سالهاست با همین یعنی توانایی نظامی که دارن که کوشش میکنن استقلال خود را حفظ کنن، ولی در داخل کشور خود مشکلات های زیادی را روبرو کردن مردم را. یعنی مردم اصلا دارایی ندارن، جای کاری نیست، خب تحریم ها خیلی سخت ضربه زده است، اقتصاد خراب شده است، بازارها کاملا نرخ قیمتشون از بین رفته است. یعنی تمام خرابی ها در داخل ایران امروز موجود است و امریکا هم شاید دید که عین حال ایران در کنار مردم ایران در کنار حکومت ایستاده است و گفت که بایدم چیکار کند؟ اجازت بدهد که بازم مردم ایران با همین حاکمیت بمانند، تو اینه که یا خودشون این حاکمیت رو بگیرن و یا اینه که کاملا درک کنن که این حاکمیت با اونها نیست. در اون صورتی که درک کردن بعد من دوباره میام دخالتم رو میکنم و بعد حاکمیت رو تغییر میدیم. یعنی این امکانیت وجود دارد. بخش دیگری که با این عقیده است، یک تعداد از برادران و یک تعداد کارشناسان به این نظرند که این یک بازی بود که بر اساس این بازی میخواستن غزه رو کاملا زیر نفوذ اسرائیل قرار بدهند و یا زیر نفوذ امریکا و این جنگ رو انداختن تا اینه که همزمان مخالفانی که میخواستن فرزند خامنه‌ای به قدرت نیاید از آنها خلاص شوند، یعنی تمام اشخاص‌های مهم و کلیدی ایران که کسایی که مخالف آمدن فرزند همین را به حکومت بدن، آنها از طریق همین کشور اسرائیل به قتل رسانیده شوند و همزمان یعنی بتوانه راهبر اینها جانشینش را تعیین بکنه که چیزی که در روند جنگ تعیین بکنه و همزمان اسرائیل با حمله خود در غزه ادامه بدهد و تمام گروه‌هایی که در اونجا هستند از بین ببرد و غزه را کاملا زیر نفوذ خود قرار بدهد که در این جنگ بین اسرائیل و ایران کسی از غزه صحبت نمی‌کند، قتل و کشتار هر چیزی که در غزه صورت بگیرد هیچ کار حرف نمیزند و این بازی بین این دو کشور هاست و اونجا غزه زیر ضربه قرار میگیرد و بالاخره غزه سقوط میکند و با اسرائیل میپیونده، چون تمام مخالفان رو در اونجا به قتل میرساند. این یک فرضیه دیگری است که بعضی از کارشناسان و بعضی از برادران ما حتی در صف مخالفان با همین عقیده هم هست.